سلام، خوش اومدید به این ویدیو. انیمه پروتو شاهکاری دارک از آینده. دوستان من کلا 3-4 قسمت انیمه رو دیدم، خیالتون راحت باشه که قرار نیست اسپویل خاصی داشته باشیم. قبل از همه انیمه پروتو نیاز به چیز خیلی مهم داره که اگه راجبش ندونید انیمه مسخری به نظر میاد. اون چیزم هوش مصنوعیه، یعنی اگه ندونید چیه یا درک درستی ازش ندارید احتمالاً تا الان انیمه رو دراب کردید. اوسامو تزوکو و ناوکی اوراساوا خالقان این اثرن که اگه دقت کنین آسترو بوی که تزوکو ساخته حال و هوای تکنولوژی و آینده بشریت رو داره و یه بخش از پیچش و مفاهیم و چالش‌های داستانی هم از ناوکی اوراساوا میاد، خالق مانستر. همکاری این دو نفر، یعنی دو نفر کنارم قرار گرفتن، یه همچین داستانی به اسم پروتو درست شده. نمیخوام داستان رو واسهتون توضیح بدم که چه اتفاقی افتاده چون خودم هنوز کامل ندیدم. فقط میخوام راجع به قسمتایی که دیدم و به نظرم خیلی قسمتای عمیق و قابل بحثیان یه مروری کنم. مستقیم برم سراغ یکی از مهمترین بخش‌های داستان، یعنی پیوند هوش مصنوعی با زندگی من و شما. یک سری ربات‌های نظامی رو میان با استفاده هوش مصنوعی درست میکنن، بسیار باهوش و پیشرفته، جوری که جنگ ربات‌ها معروفه، یعنی تارگت گذاری شده که فقط ربات باید با ربات بجنگه و همدیگه رو بکشن. اما با این حال مواردی رخ میده که هوش مصنوعی در اون ربات میاد و یه انسانی هم میکشه. از لحاظ سیستمی هیچ باگی نداره، یعنی اون سیستم هوش مصنوعی اون ربات هیچ باگی و هیچ نقصی نداره، یعنی همه چیز درست برنامه شده. اما با این حال سوال به وجود میاد، پس چرا همچین خطایی، همچین اشتباهی رخ داده؟ این یه موضوع دیگه رباتایی هستن که جنگ‌های بسیار زیادی رو شرکت کردن، جنگ‌هایی که دیدن و همراه خودشون رو تکه‌پاره کردن و همچنان هم زنده موندن. حتما فکر می‌کنید خب 100 تا جنگ دیگه اینا ربات هم میتونن بجنگن و هیچ ایرادی واسه اون هوش مصنوعی به وجود نمیاد. ولی انیمه برخلاف باور عمومه میخواد اینو بگه هوش مصنوعی در اون ربات‌ها دیتاهاش آپدیت میشه، سعی میکنن که چیزای جدید رو یاد بگیرن و درک کنن، همون چیزی که انسان‌ها انجام میدن. دقیقاً قسمت اول یه رباتی بود که کلی جنگ دیده و سپری کرده، اما در نهایت میرسه به یه مرد پیری که پیانو میزنه. هوش مصنوعی سال واسه اون ربات پیش پا گذاشته که کشتن همراهان خودش واقعا چه پوینتی داره، چه چیزی واسش برمغان میذاره. به این قضیه مشکوک میشه، اصلا چرا ما داریم میجنگیم. میرسه به پیرمرد پیانیست، دیدگاهش نسبت به زندگی تو یه حدی عوض میشه، دیگه دوست نداره بره تو میدون جنگ، سعی میکنه چیزای جدیدی رو یاد بگیره، یعنی همون پیانو کلاسیک برخلاف دستگاه دیگه صدایی که تولید میشه واقعیه و الکتریکی نیست، یا به قول پیرمرد ماشینی نیست. راجع به سازهای ماشینی خودتون برید تو گوگل سرچ کنید، اطلاع بهتری گیرتون میاد. میخوام به این برسم که هوش مصنوعی چقدر میتونه قابل درک باشه، چقدر میتونه به سمت هوش انسان‌ها حرکت کنه. بعضی ربات‌ها بعد از جنگ کار خیلی جالبی انجام میدادن، مثلا یکیشون چند تا بچه ربات بود اگه اشتباه نکنم به سرپرستی قبول کرد، یکی دیگه رفت تو کار مسابقات کشتی. حتی دید اینا که رباتن هم نسبت به زندگی از یه مدت عوض شده، پخته‌تر شدن، که این در نوع خودش واقعا موضوع جالبیه. متأسفانه بعضی کامنت ها رو که من میخوندم نشون میداد هنوز خیلی از افراد درک درستی از هوش مصنوعی و انیمه پروتو ندارن. مثلا یه نمونهش این کامنت بود که نوشته بود واقعا باید بشیم اراجیف ببینیم، این همه بهبه و چهچه واسه چیه؟ آخه ربات مدرسه میره، دانشگاه میره یا میمیره؟ بعد آخرش هم نوشته کلا زده تو جاده خاکی، از جاده هم رفته بیرون تو بیابون به در و دیوار میزنه. نویسندش بچه ربات یعنی چی آخه؟ یارو به فرزنده هم گرفته شد. خب ببین وقتی کسی که هوش مصنوعی رو نمیدونه این سوالا طبیعتا واسش پیش میاد. بعضیا فکر میکنن خب ربات یه برنامه بهش میده و خداحافظ برو خونت، ولی خب اینجور نیست. هوش مصنوعی یکی از سکانساش یه رباتی بود که رفتار انسان‌ها تقلید میکرد، بعد یه جای دیگه یه رباتی بود که دوست نداشت این رفتار رو تقلید کنه، یه جورایی تحقیرآمیز بود واسش که بیاد به عنوان یه ربات مثلا چای بخوره یا بره دستشویی. ولی ربات‌های دیگه این کار انجام میدادن، یعنی حتی مسیر دو تا ربات با هوش مصنوعی هم میتونه از هم جدا باشه. یکی از قشنگترین لحظات اونجاست که یکی از ربات‌ها می‌خواست دیتای خودش رو بفرسته به سایر ربات‌های دیگه اما نمیتونست. تو لحظه مرگش چون هوش مصنوعیش تکامل پیدا کرده بود، به افراد مهم زندگیش توجه می‌کرد، به زن و بچه‌هاش که دیگه قرار نیست ببینه. شاید بشه گفت انسانی ترین رفتار ربات یا هوش مصنوعی همون سکانسه باشه. قسمت دیگه‌اش که دردناکه واسه اینه که بعضی ربات‌ها سعی می‌کنن رفتار انسان‌ها رو تقلید کنن، مثلا بستنی رو بخورن، طعمشون رو ارزیابی کنن، ولی نمیتونن، یعنی خیلی تلاش میکنن و ناموفقن. من واقعا بعضی وقتا شخصا نمیتونم تفاوتی بین هوش انسان و مصنوعی قائل شم. اگه قرار باشه هر دوشون تکامل پیدا کنن، پس چرا باید تفاوت و نوع آفرینش این دوتا واسه من مهم باشه؟ خیلی موضوع عمیقه، اگه بتونیم بفهمیم و در راجبش فکر کنیم، به نظرم میتونه دیدگاهمون نسبت به بعضی چیزا عوض کنه. به طرز عجیبی دنیامون داره شبیه فیلم مثل هر و انیمه پروتو پیش میره. مسخره است ولی جالبه.
اون بخش خودخواه ذهنیت هم میگه چه خوب شد ربات‌ها میتونن سردرگم و غرق این دنیا بشن، به مرحله برسن که دیگه ندونن چی درسته و چی غلط، مثل انسان بدبخت بشن و دست‌ها بزنن تو آب. نمیدونم کلا نظرتون راجع به انیمه پروتو چیه؟ یه دید کلی راجبش بگید. به نظر خودم همچین انیمه هایی رو واقعا باید قدرشو بیشتر بدونیم، باید بیشتر راجبش صحبت کنیم. یادم پلوتو اومد، حالا راجع صحبت میشد ولی خیلی کم. اون زمانم جوجو کایزن اومده بود و قشنگ جوجو کایزن سر زبونا افتاده بود، حتی خود منم جوجو کایزن میگفتم. ولی به هر حال همچین انیمه مثل پلوتو، مانستر، انیمه‌ای که خیلی عمیق دارن یه موضوع بررسی میکنن و باید بیشتر قدرشون رو بدونیم، بیشتر تولید بشن. مطمئنم که جوجو کایزن چندین برابر فروش بیشتری داشته و درآمد بیشتری داشته تا یه انیمه مثل پلوتو. خلاصه انیمه رو من کامل ندیدم ولی تا همین قسمتی که دیدم واقعا قشنگ بود، واقعا موضوعش متفاوت بود. اگه بهترین انیمه سال بشه من تعجب نمی‌کنم. شاید بعد تمام کردن انیمه بازم ویدیو راجعش ساختم. خلاصه همین بود. لایک و نظرتون نره. تا ویدیو بعد، بدرود.